قبل از جنگ من مترجم بودم و همینطور توی رسانه‌های اجتماعی به عنوان مدل و اینفلوئنسر فعال بودم. برنده میس پرنسس اوکراین در سال 2020 بودم و بعد سوپر مدل اوکراین. سال قبل هم برنده دختر شایسته بشردوستی اوکراین شدم. وقتی جنگ شروع شد من خونه والدینم در نزدیکی کیف بودم که از خط مقدم جبهه فاصله داشت، ولی باورمون نمیشد که این یک جنگ تمام عیاره و فکر می‌کردم یکی دو روز طول می‌کشه و بعد با مذاکره و توافق تموم میشه. ما فکر می‌کردیم آمریکا واکنش شدیدی نشون میده، ولی هر چقدر زمان بیشتر گذشت امید به اینکه جنگ زود تموم بشه کمتر شد. مادرم که یک بوتیک هتل داشت همه کسانی که آواره شده بودن و پناه داد و مردم می اومدن اونجا که شاید بتونن بعدش برن به مرز لهستان. منم توی چند هفته اول جنگ میرفتم به خارکیف و خانواده‌های آواره را نجات میدادم، چون خیلیا بودن که هیچ وسیله‌ای برای فرار نداشتن و گیر افتاده بودن. من دوستان و اعضای خانواده‌مو توی این جنگ از دست دادم، ولی دارم سعی می‌کنم اول خودم و بعد بقیه رو به خصوص توی رسانه‌های اجتماعی امیدوار نگه دارم. در طول این 2 سال من پهپادهای شاهدی رو بالای سرم دیدم. یه موردش خیلی نزدیک به من به یه ساختمان مسکونی خورد و انفجار وحشتناکی رخ داد. این پهپادها خیلی پر سر و صدا و ترسناکن. هر بار که اونا رو بالای سرمون می‌بینیم می‌دونیم که به یه جایی می‌خورن و مردم کشته میشن. من می‌دونم که مردم ایران که با حکومت مبارزه می‌کنن مخالف این هستن که رژیم ایران از تجاوز روسیه به اوکراین حمایت کنه. ما و ایرانی‌ها با یه دشمن واحد داریم می‌جنگیم. من می‌دونم که مردم شجاع ایران در حال مبارزه با حکومت هستن، اما برای رژیم‌های توتالیتری مثل ایران و روسیه جان آدم‌ها ارزشی نداره. اما ما حق انتخاب داریم که فقط در سکوت قربانی بشیم یا شرافتمندانه بجنگیم. متاسفانه برای خیلی از اروپایی‌ها انگار ما دیگه فقط آمار شدیم. این آدم‌هایی که توی جنگ یا با پهپادهای شاهد کشته میشن آمار نیستن. اینها قسمتی از زندگی ما روی این کره خاکی هستن که کشته میشن. برای همین باید زندگی برامون اهمیت و اولویت داشته باشه.